دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 15 ایون سال 2022 پنج می باشد قرار داریم در خانه اکای عبدالله دهه بغلک شهر حصار در نزد انگور باغ انگورش. این انگوری که میبینید انگوری کشمشی خلوین می باشد، یعنی افسانه نامش رو ماموندم و تاجیکی کردیم. در حقیقت افسانه است. این ببینید این الان پخته رسیده اومده ایستاده است و ببینید همجوران عزیز باز درباره انگور میپرسیم اکای عبدالله، درباره همین انگور افسانه که در نزد ما ایستاده است چی گفتنی ها دارید؟ این ما سال یکم از شما دو درخچه گرفتیم. چون یک استرژین یک زپاسکا بورین بود. بله. در یک سال نگاه بین کردن در 19 ساتسومی هم داده بودیم. 19 متر 6 سانتی متر شده بود. سال گذشته اوزه 20 کیلو انگور بسته بود. ما سال گذشته این انگور هم سال محصول شد نه استعمال کردیم. همین حالت حاضر بروره در بازار چند پول میرفته باشد؟ انگوری دانک داره که سال صفت خوب نداره. همو در بازار ما دیدیم نو برآمده در روز عید نبود. حاضر 20 سامانی در حساب دیدیم. نه که اگر سوپرمارکت ها ممکن که قیمت‌ها باشه. این انگور در این شب و روز در 40 سامانی ممکن که یافت نشه. نه بیاد ارزان کنید که خود جنجال نه گپ دوای نم گپ درباره وای نمیرد. برای مردم همینا کسی که داشته باشه اگر گرمخانه داشته باشن در همین گرمخانه برای عائله خودشون دو انگور همه شنونن همه شب و روز پیشتر انگور هم مثل استعمال میکنن. نه برای بازار هم میشود که او برای بازار همه کنن بسیار کنن بازار ارزان شود ارزانی شود درست ارزانی شود. از ما اگر به هر حال ارزانی از دهقان وابسته نیست، ارزانی از او مرد که در بازار میشیند از وای وابسته است، چون که وای میخرد و بلاشته 300% میموند. دهقان هیچ وقت اینقدر قیمت نمیفروشد. هم دیاران عزیز من این انگورها شما پرورش کنید در خانه‌تان. سوال با شما نهالش دارید؟ داریم و فروش دارید. این کشمش است درست؟ این کشمش است. بدونه است. بدونه هم با دراز. یک چیز دیگر رنگ سرخ جایره برنه همه خیلی انگور دیگر تکرار شدگی نیست. این خیلی دیگر انگور در مثال در بین 1400 انگور این خیلی بود دیگر نیست حاضر. اکو بود خیلی روزوی پیدا شده خیلی دو پیدا شده همراه ما وارد کرده. اینش اوریجینال این اوریجینال ولی سیاه میشه ده اگه؟ این سیاه اگر این سیاه میشه مثلا تا قریب یک نیم و دو ماه در تنش میشه بعد مویز شدن در تنش مویز میشه میدونم من. این یک 10 روز دیگر هست تا پختنش. هاز میتونی من همین انگور میشه رسیدگی میتونن که کنه یک ای بلوش شنگل گیرید ای بلوش انا او بیت شد که او بیت شد که همش چنده اکی شورا داتید دگوستاتور ده اکی شورا داتید. هم دوران عزیز این کشمشی افسانه یکم شده. این رو من از خارج کشور وارد کرده بودم. انا امروز خلق نتیجهش رو میبیند برکتش رو میبیند. چخیلی که یک برادر میگود از من یکم کس برکت دیده نیست بگمانم برکت اکو نو آمده است تو حوزه ندیده باشن اکو نو میبینن. انا بینید بسم الله الرحمن الرحیم. هم دونه نداره با خوبیش همینه که با مزه میگه ها بدونه. هم دوران عزیز همین چیزی که نیست کمچین است نرخش قیمت است. چیزی که بسیار شد نرخش ارزان میشد. من این سال مثال میگیریم من اولتر رو نهالش رو 2-3 هزار دونه کردم نرخش 100 سوم بود میشود 50 سوم. چیزی که کم است و این نرخش قیمت است. جنجال نکنید. از خدا نترسونید ما هم از خدا میترسیم و مرحمت با اکای عبدالله من گفتنی هستم با از خدا نترسونید. این بعضی آدم ما رو از خدا میترسونن. همه 99.9% آدم ما رو میفهمن مهنت ما رو قدردانی میکنن. رحمت یک جهان تشکر به همون آدمایی که ما میفهمن مهنت ما رو قدردانی میکنن. مهنت کردن در اینجا آسان نیست. اینا ببینید کلانی کار رو همین نوزکی دارد 1000 قلمچه ممکن که 60-70 تا همین سال شود. بعد سال یکم اونقدر عملی بسیار نداره برای همین کمچین بودن همین خاطره. من همدیران عزیز
انگوری افسانه بر پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد، به گروه ما عبور نشوید.